چیه اینجا؟ چه گربه زشت. کیپو داری که. سلام دوستان، چطورید؟ امروز اومدیم با این اسکال بریم پک ریلیز کنیم. با منی؟ آره با تو هم آره بریم آی از اینجا ویدیو شروع Oh my شد. god, best business back in the world Q32 کیسان آره. پک ساخته شده چقدر من توسط بلدم پاشایی امیر اسکولی که داره از اونجا راش میده زبال مغزی. میدونم خاطر اینجا راش نمیدن، اینجا راش ندید، پشتش راش میدن. ولی خب او فلالس امیرم اونو فلالس نمیتونه بکنه، بدشونو من بگیر میکنم دیگه. یا تو. توزه نه دیگه سوپرمن که نیست. جی برو میکشی؟ تریای که آره بابا همیشه. کلاش کرد؟ نه نکرد. وای ندارم بزنم، بدشونو. بریم من مردم. جی آقا ریسورس پک ریسورس پک میبینید. آره این پکاشه، این سوردشه. الان تارگت میشیم. Let's go. این چی بود؟ آجی اینا چرا همونه؟ هزار پس. آره آقا ادیتور چلاق تو کامنت ها You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. ادیتور چلاق زدم. واه. عوض کن. 128 ایکس خداست. ویدیو کثیفه. مچ لوزیم، این نمیتونیم بزنیم سایدمون خیلی قویه. بینم به HP هاشون برم، مجبورشن گپ بخورم. به کلاچ ولی زد منو. امیر ریدم تو اون بازی کردنه، تو دیگه بازی نکن. قرآن من و ناکسر میرفتیم 6 تا وین استریک میگرفتیم. اونو با من مقایسه نکن. ما در افغانستان تفنگ داشتیم به خشاب خاله می بدشون ویوده. من عکس میگیرم الان. خیلی اسکلم. نمو من این ور چرا با پاس کردم؟ بدشون باز بود. 2 ساعت کندم. بله دید ای ولی یکیشون اش میشه یک.
بله داداش آره. برو پایین با کی منو زد بابا دل. از من اینجا سی پی اس بگیرم. من خود نمیبینم این چه افکت گوهی بود داداش. نوبیریج داری میزنی به این سمت ما. وای اچ پی یلو رو تو آخه نگاه کن، این درسته آره خدایی. داداش. آفرین خیلی تاثیرگذار بوده جی. نیستا این ویزا امیر بدمون رفت. خب من اون بهت نمیرم 4 تا ام دارم. برو دیگه. ای امیر مشخص بود این ویدیو داشت. من بزنم هنوزم نمیتونم ببینم. خب بیا اسپلیت چند تا پات. برو امیر حسین بزنه. جی وی میمیری داداش خودت. وای جی بریم ریسورس بعدی و پک سوم. اوه این پک مزیتی که داره اینه که وولاش امیر دفن نمیدی؟ غیر اساس نه دیدوش. من تو دفن ریدم. پیکس بگیر. ای خب اینجا بدشون ببینم. اون سوراخه رو بکنی به چوب میرسی. بزن اوکی. خب آقا ریسورس پک سوم علی نیوز. بله سوم. مچ اول با ریسورس پک سوم. ما که واکاف ترک نکردی. سنسور رو میگم تو میگه ازگوزه. آقا ناصر من که مثلا رد داره اما رو میلیسه ها. ایول کشه وید کردم خود. لو اومد. ناصر اینا دارن چیکار میکنن؟ داداش. دوباره اسکمینا. من با فایروال مگه جامپ میزنی با کبی آه. بخوری. کن ناصرکم میای تری رکورد کنیم یا نه؟ تو هم بیا یه آخرین مچو. من گفت یه جور راضی کردم که بیاد. پایین نرفت پایین. امیر فکر کنم بدمونو خودم دو نه دستی چرا تقدیم کردم. خودم افتادم. یه دونه ببریم. من خسته شدم بخوام برم غذا بخورم. این دستو بردیم نبردیم با یه گود اندینگ قشنگ ویدیو تموم میشه. و این پک آخر اگه باختیم نصب نکنید آقا. راست میگه اگه ما این مچ نتونستیم وین کنیم یعنی این پک نحسه و شما قرار نحسه. نیست اینو هیچ وقت. خب دوستان عزیز بدمون امیر بدمون رفت دیگه نداره نحس بودنت. ایوه اینو زدم. لدر نه دوباره بلکم رجیستر نشد. امیر رفت. بدمون رفت تو من وید کردم برو. میگیریش دیگه اینو. دوستان نصب نکنید. خیلی مزخرفه. اصلا سمتش نرید. آقا پک خیلی آخر رو ممنون از به اینکه این قربان ویدیو رو شما نگاه اصلا کردید. نبینی اصلا ببین آره دو تا ریسورس پک رو دانلود کنید. ریسورس پک اول اعدام دانلود فوری کنید. این ریسورس پک دور این میدان ریسورس پک آزادی را شنبه دیزیبل ساعت 6:30 صبح. زهر ما این دور میدان امینه. آره این ریسورس پک رو دیزیبل میکنم. تا یه ویدیو دیگه بهتون خداحافظ. آقا خدا